زهرا هستم. 23 سال سن دارم. در بخش ساخت ساز پاور استیشن یا پاور بانک کار میکنم. ما ابتدا آموزش دیدیم. کلاً حدود 3 سال میشه که فعالیت میکنم، کار میکنم و در رأس یک تیم 5 نفره هستم فعلا که با این 5 نفر کلاً مصروف کاروبار هستم و این پاور استیشن را میسازیم. بطری هایی را که ما انتخاب کردیم بطری های لیتیومی هست از کمپانی به نام تسلا که چندین مراحل داره، از باز کردن پلیت های بزرگ گرفته تا پالشش، تا پوش کردن از اونا، تا اثبات کردن نقاط مثبت و منفی از او و تا اینکه مثلا بیمه صدا میشه و وصلش میکنیم به بقیه وسایلی که نیاز داره. کلاً کارکرد ما روی صفحات آنلاین است که مشتریای ما یا عزیزای ما که پاور استیشن نیاز داشته باشه، چی داخل پایتخت چیه که در ولایات هستن، آردرهایشون از طریق صفحات آنلاین میتن سفارششون ما ثبت میکنیم و نظر به توقع و ضروریات خودشون برشون ارسال میکنیم. در پهلوی استقبال کردن و حمایت کردن مردم سفارشاتشون هم زیاد هست و ای که سفارشات زیاد هست اینمی خودش بیانگر اینمی هست که کار شما موفق بوده. و یکی از ویژگی های خوب مثبتی پاور استیشن هایی است که هم میتونه از باد چارج شوه هم میتونه از موتور چارج شوه و 2 چارجر مخصوص داره که از برق زنده و سولر هم میتونه چارج شوه کلا و همچنان میتونه از مصرف برق جلوگیری کنن و از استفاده کنن. خیلی آسان. یک شجاعت بسیار خاص بانو علی دارن. مدت 1 سال اونا با ما آموزش دیدن و 2 سال است که فیزیکی کار میکنن که مجموعاً 3 سال میشه و امروز خوشبختانه خودشان میتونه که پاور استیشن از 0 تا 100 اونا آماده بکنن. نظر به سفارش مشتریان ما حتی توانی را پیدا کرده که خود سفارش میگیره و آماده میکنه، جور میکنه و ارسال میکنه. یکی از همون جاهایی که ما پاور استیشن ها انتقال دادیم راه بدخشان یا اون معدن طلا بوده و یا اون معدن زمرد اینا بوده که ما ارسال کردیم و از اونو بسیار میتونن با کیفیت بالا و راحت استفاده کنن. حس خوشحالی من این هست همین که توانستیم پاور استیشن هایی را بسازن که مردم بتونه از او استفاده کنه یا روشنایی بیارن به خانه مردم افغانستانم. این حس هست که شاید من اگر بیرون از افغانستانم برم هیچ جایی نمیتونم پیدا کنم و این بزرگترین افتخار برای من هست. پاور استیشن هایی را که ما میسازیم به سایز های مختلف، به طرح و دیزاین های مختلف هست که از 1 کیلووات گرفته 2 کیلووات الی 5 کیلووات اونا هم میتونن برای تلویزیون هایشان، حتی ماشین های لباسشویی، راوتر های وای فای و تلویزیون کامره ها استفاده کنن. تصمیم داریم که صنف های آموزشی در بخش ساخت ساز پاور استیشن ایجاد کنیم برای دختر خانم ها و برای آقایان و میخواهیم که این دفتر کلاً تبدیل کنیم به یک کارگاه بزرگ از کاری که همه بتونن در کنار هم کار کنن، فعالیت کنن و خدمت کنن.